گلهای تازه، برنامه شماره 35 با همکاری هنرمندان گلپایگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. شعر از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران ایرج حقیقی و محمد جهانفرد. سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی، به از این چه ارمغانی که تو خویشتن بیایی.
شدی و دل ببردی و به دست غم سپردی. شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی. سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم. دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی. جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی.
چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی تو چرمغان یاری که به دوستان فرستی به از این چرمغانی به از این چرمغانی که تو خویشتن بیایی بشدی دل ببردی به دست غم سپردی شب و روز در خیالی ندانمت کجایی دوستم
سخنی که با تو دارم سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم دگری نمی شناسم دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی تو خیالم بروشن که به تشنگان نمایی سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی در چشم بامدادان به بهشت برگشودن نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی